الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله که ما و شما در سپاره 21 رسیدیم. قرآن عظیم الشان 20 سپاره اولش یعنی 2 بخشش ختم شد و 1 بخشش مانده انشاءالله تعالی. امروز شروع میکنیم سپاره 21 سوره عنکبوت است. سپاره 21 آیت 45 است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اطلو تلاوت کن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما آنچه را که اوحی الیک وحی شده به سوی تو من الکتاب از قرآن عظیم الشان و اقیم الصلاة و اقامت بکو چیره نماز را. در قرآن عظیم الشان سر اقامه نماز و نماز خواندن بسیار تاکید میشه. بعد از اینکه انسان کلمه را میخوانه مکلفیت داره که در قسمت نماز توجه بسیار جدی داشته باشه. چرا نماز صلات که از صله گرفته شده به معنای رابطه انسان با خالقش مستحکم میسازه و نماز است وقتی که رابطه انسان با خالق مستحکم بود و نماز با امو شرایط و احکامی که هست اگر ادا شود این نماز سبب میشه که انسان از فحشا و منکر دور میسازه. الله متعال میگه که این الصلاة یقینا امون نمازی که الله متعال فرض کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقش بر ما بیان کرده. یعنی اگر کس حقیقتا نماز بخونه که دو نمازش مثلا معانی نماز بفهمه، در اونجا خضوع داشته باشه، خشوع داشته باشه، در آیات عذاب گریه بکنه، در آیات رحمت خوشحال شوه، از گناههای خود در نماز چی کنه؟ توبه بکنه و اذکار تلاوت بکنه، پس همین نمازی که انسان در مقابل الله استاد میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الاحسان ان تعبد ربک کانک تراه، تو الله را عبادت بکنی مثل که الله را به چشمت میبینی. پس اگر این نماز با احسان بخوانه به طریقی که باطنش از ظاهرش که آراسته‌تر باشه. ما شما قبلا گفتیم که احسان چی را میگن؟ یکی از معانی احسان چند معنا داره. یکی از معانی احسانی است که باطن نماز از ظاهر نماز کده خوبتر باشه. بعضی کسا در ظاهر نماز زیاد توجه دارن، سون دست خود زیاد سیل میکنه، سون پای خود زیاد سیل میکنه، این ظاهرا. اما اصل نمازی است که از ظاهرش کده باطن نماز با قلب نماز بخوانی، با حضور نماز بخوانی، معنای نماز بفهمی، اینی هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که احسان معنای چی است؟ ان تعبد ربک کانک تراه. حالا اگر تو تصور داشته باشی که وقتی من عبادت میکنم الله مرا میبینه، پس اینمی نماز تو مانع میشه از فحشا و منکر. بازی نماز خان وقتی به فحشا نزدیک میشه میگه من خب الله عهد کردم که من کارای زشت نمیکنم، من خب الله تعهد کردم که من خرابی نمیکنم، من دیگه چطور برم؟ این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز نهی تنها منع میکند، نهی میکند چی؟ عن الفحشاء، از کارهای فحش، و عن المنکرات و المنکر و از منکرات. شاید کس بگه که من نماز میخوانم لکن این نماز من مرا از فحشا و منکر منع نمیکنه. مشکلی است که تو نماز خواندی لکن به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم نخواندی. چرا اگه به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواندی حتما تو را از فحشا و منکر چی میکرد؟ منع میکرد. ولذکر الله اکبر، و یقین داشته باشین ولذکر الله، و یقینا که یاد الله، ذکر کردن الله بسیار بزرگ است. یعنی وقتی یک انسان الله را ذکر میکنه، در حقیقت مثلا اگر شما 50 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بگوین ولا حول ولا قوة الا بالله، مثل که یک چی است؟ مثل که یک حصن، یک دیوال آهنی در گرد نصف وجود شما گرفته شود.
اگر 100 مرتبه بگوین باز امید دیوال آهنی 100% شما را میگیره. نه شیطانهای انسانی و نه شیطانهای جنی سر شما تأثیر میکنن. و این ذکر الله که اکبر است متاسفانه در این هم اشتباهات است. ما مثلا بسیاری کسان نماز میخوانه اما نماز شرعی نمیخوانه، او نمازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده. و یا هم بسیاری کسان ذکر میکنن اما ذکری که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده او قسم ذکر نمیکنن. وقتی در قرآن از نماز و از ذکر صحبت میشه، اونو نماز و اونو ذکری که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. رسول الله صلی الله وقتی که ذکر میکرد مثلا میگه سبحان الله، این معنای زیر در قلب خود اول بیان میکرد. والحمد لله، سبحان الله، الله پاک است از تمام عیبهایی که مردمای بیدین به طرف از اون نسبت میدن. والحمد لله، و تمامی حمد و ثنا و صفت خاص برای الله است. زبان ما و قلب ما هیچ وقت به حمد کسی دیگه باز نمیکنم. ولا اله، نیست هیچ موجودی مخلوقی که مستحق عبادت و اطاعت الله باشه الا الله، بغیر از الله. پس وقتی که ذکر میکرد من هیچ وقت به غیر الله سجده و رکوع عبادت نمیکنم و هیچ وقت قانون غیر الله را نسبت به قانون الله نه ترجیح میتم، نه مساوی فکر میکنم، نه بر از او ارزش قائل میشم و نه تطبیق میکنم الا الله، بغیر از قانون الله. ولا حول، این قلب خود میگفت رسول الله صلی الله علیه و ولا حول، و نیست برگشت، توانایی برگشت از گناه. من ناتوان هستم، نمیتونم که از گناه ها خود خلاص بکنم. ولا قوت، و من ناتوان هستم، قوت عبادت ندارم اگر الله بر من قوت نده. پس هر دوش کار الله الا بالله، مگر با واسطه کمک الله. لا حول من الذنب، نیست توانایی برگشت از گناه. ولا قوت بالطاعت، و نیست توانایی قوت به اینکه اطاعت بکن. من تا اطاعت کردن نمیتونم الا بالله، مگر به قدرت الله. العلی، ذاتی که بسیار عالی مقام است. العلی، ذاتی که بسیار عالی مقام است. العظیم، ذاتی که بسیار با عظمت است. الله میگه ولذکر الله، اگر این قسم کسی الله را یاد بکنه اکبری، بسیار پیش الله بزرگ است، بسیار ارزش داره. و رسول الله صلی الله علیه و میگه که همیشه زبانتانه به یاد الله تر داشته باشید. و اگر کسی در روز قیامت میخیزد 1 ساعت تیر میشه، 1 ساعت نام الله را یاد نکرده باشه و درودی به رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرستاده باشه، سرزمین 1 ساعت عمر خود پشیمان میشه. کاش 1 ساعت در دفتر اعمال من نمی بود. والله یعلم ما تصنعون، و الله متعال میفهمه ما آنچه را که تصنعون شما انجام میتین. بخش دیگه از این سوره مبارکه که ما شما بخشای قبلیش خواندیم، گفتیم یکی از بخشهای مهم از این سوره جر و بحث و مناظره با اهل کتاب است. الله متعال میگه که امرای از اینا زیاد مناظره و گفتگوی بی جای این به درد نمیخوره، بلکه اگر کدام وقت شما مناظره و مجادله میکردین با اهل کتاب، باید این مجادله تان به طریقی بسیار عالی باشه. ولا تجادلو، و مجادله نکنین، مناظره نکنین، بحث و گفتگو نکنین اهل الکتاب با اهل کتاب الا بالتی هی احسن، مگر به شکلی که او بسیار احسن است. بعضی کسا مجادله میکنن صرف به خاطر از اینکه ما کامیاب شویم، دلایل ما قوی باشه، باز چک چک شویم، میدان ببریم. نه، اصل هدف از مناظره و بحث و گفتگو، اما بحث و گفتگوی احسن است که هدف اصلی که رساندن ایمان به جانب مقابل است. باید به شکل احسن باشه. احسن چه قسم میشه که یک کس مجادله و مناظره و گفتگو بکنی که شخصیت جانب مقابله باید بسیار حفظ بکنی، هیچ وقت سر شخصیت از او اعتراض نکنی، هیچ وقت الفاظی که ضد شریعت است دی استعمال نکنی.
حتی اگر جانب مقابل تو را دشنام داد، تو حق نداری که دشنام بدی. این احسن میگن. اگر او دشنام داد، او اخلاق از اوست. اگر او دو میزنه، او اخلاق از اوست. اگر او غال مغال میکنه، او اخلاق از اوست. اگر او مثلا کاغذه که میپرته و در جریان مناظره میخواه گدودی پرته، او اخلاق از اوست. زشتی اخلاق از رو نشان میده. و یا ای که مثلا از بعض کسای دیگی زوردارا استفاده میکنه و از صلاح و از مهمات و از ای او کاری از او هست. اما تو که هستی مجادله به طریقی چی بکو؟ احسن، با الفاظ بسیار خوب، با دلایل بسیار مستحکم و کلش مطابق شریعت الله. چرا در اسلام یک قاعده است که وقتی هدفت مقدس بود باید وسایلت هم چی باشه؟ مقدس باشه. ما حق نداریم برای هدف مقدس از وسایل نامقدس استفاده کنیم. این کار یهود است، کار نصارا هست. به خاطر رساندن خود برای هدف از هر وسیله نامقدس استفاده میکنه. ما و شما نمیتونیم. اگر هدف ما جلب رضایت الله هست، زبان ما باید با اونمو الفاظ حرکت بکنه که الله بر ما اجازه ده. ما بیشتر از دو چیز گفتن نمیتونیم. ولا تجادلوا، و مجادله نکنین اهل الکتاب با اهل کتاب الا بالتی هی احسن، مگر به شکلی که بسیار نیک باشه. الا الذين ظلموا منهم، مگر کسانی از اینا که ظلم کردن، تجاوز کردن. بازمرای از اینا جهاد و قتال است. و قولوا آمنا، و بر از اینا بگوین که او اهل کتاب، آمنا، ما ایمان آورده ایم بالذی انزل الینا، با آن چیزی که بالای ما نازل شده از قرآن و سنت. و انزل الیکم، و همشان ما ایمان داریم با زبور و تورات و انجیل و صحائف کلشان. آنچه که بر شما نازل شده با او هم ایمان داریم، لکن با مویی که شما او را دست نزدین، تحریف نکردین. آنچه که نازل شده هست، یکی انزل الیکم است، یکی غیر من طریقکم. او چیزی که انزل الیکم نازل شده بالای شما از جانب الله، بالای پیغمبران موسی و عیسی علیهم السلام، با او ایمان داریم. اما آنچه که شما دست زدین با او ایمان نداریم. و الهنا، و معبود ما که ذاتش عبادت میکنیم و شریعتش تطبیق میکنیم، و الهکم، و معبود شما که ذاتش عبادت میکنین و شریعتش تطبیق میکنیم، واحد، ذات یگانه هست. و نحن له مسلمون، و ما بر از امو مسلمان هستیم، بر از امو فرمان بردار هستیم. و کذالک، و همچنان انزلنا الیک الکتاب، نازل کردیم ما به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم شان را. فالذین آتیناهم الکتاب، پس کسانی که دادیم برشان کتاب، قرآن را، کتاب را، چی کتاب قرآن عظیم شان باشه و یا هم کتاب های دیگه آسمانی باشه، یؤمنون به، به او ایمان می آورن. و من هؤلاء من یؤمن به، و بعد از این جمله، از این جمله مشرکین هم من کسانی هستن که یؤمن و ایمان می آورن به قرآن عظیم شان. و ما یجحد و جحد و انکار نمی کنند به آیات ما را الا الکافرون، مگر انسان هایی که کافر هستند. عالم میگه که این قرآن معجزه هست بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا؟ به خاطر از اینکه و ما کنت تتلو، و تو نبوده رسول الله صلی الله علیه و سلم که تلاوت میکردی یا میخواندی، من قبل از نزول قرآن، من کتاب، کدام کتاب را نخواندی، سواد نداشتی، کتاب تعلیف نکرده بودی، کدام محقق نبودی، ولا تخطه بیمینک، حتی چیزی را نوشته خطاطی نکرده بودی و نوشته نکرده بودی، بیمینک، با دست راست. اذن اگر این کار میشد که تو قبلا تعلیفات میداشتی، کتاب ها میداشتی، اگر این کار میشد که قبلا مثلا تو کتاب نوشته میکردی یا کدام کتاب تعلیف میکردی یا کدام محقق میبودی یا در کدام اکادمی علوم میبودی یا استاد پانتون میبودی یا کدام فیلسوفی میبودی یا دانشمندی میبودی که نامدار، لرتاب المبتلون، باز مردم های دروغگوی باطل پرست بازیا در شک میفتادن که خب سعید دیگان چقدر کتابا نوشته کردی، قرآن هم خوی نوشته کردن، لکن تو مکتب نرفتی، پانتون نرفتی، درس نخواندی، کتابی نوشته نکردی، به نام کدام محقق و پروفیسور و فیلسوفی شهرت نداشتی، شعری نگفتی که بگویند شاعر هستی، غلطی نکردی، در بین قومت با صداقت بودی، پس یک انسان پاک صفا در یک جای پاک صفا، ذهنت کاملا پاک صفا بود، آماده وحی. بل هو، بلکه می قرآن عظیم شان که
آیات بینات، آیات روشن است، فی صدور الذین اوتوا العلم، دلایل بسیار قوی هست. برای کی؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه های کسانی که برشان الله علم داده. خب اونا میفهمن که سبحان الله، شخصی که نه مکتب رفته، نه مدرسه رفته، نه شاعر است، نه کدام استاد پوانتون است، حتی معلم مکتب نیست، حتی مامور نیست که کدام مکتوب نوشته کرده باشه، این کتاب را میاره با این عظمتی که تا آخر روز قیامت، تا روز قیامت این معجزه هست. و معجزه های قرآن که هست دوام داره، دوام. هر روز هر دانشمندی که میخونه بر از او چیزهای جدید کشف میشه. سبحان الله که کل ازی بر ازی چی میکنه؟ بر از اینا دلیل میشه به اعجاز قرآن عظیم شان. و ما یشهد بآیاتنا الا الظالمون، پس انکار نمیکنه آیات ما را الا الظالمون، مگر مردمای ظالمی که سخت در شرک مبتلا هستند، سخت ظالم هستند، سخت بر خود ظلم میکنن و حق میپوشن. و قالوا، و گفتن لولا انزل علیه آیات من ربه، گفتن چرا نازل نمیشه بالای ازی معجزات از جانب ربش. قل بگو برشانه رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الآیات عند الله، بگو برشان که این معجزه ها و این آیات، اگر آیات قرآن است و یا معجزات است، این به نزد الله هست. الله هر قسمی که بخواه امر میکنه و ما بنده مأمور هستم. من مأموری هستم که خودم صلاحیت خود ندارم. اگر الله یک آیت نازل کرد، من اونم یک آیت الله را بر شما تبلیغ میکنم. اگر یک معجزه را 10 آیت نازل کرد، من 10 آیت بر شما تبلیغ میکنم. اگر مهتاب 2 شق کرد، براتون میگم اون معجزه هست، سعی کنین مهتاب 2 شق شدن. اگر خود من طائف گفت برو، به طائف روانم کرد و اونجا مردم سنگجار جارم کردن، به امر الله به طائف هم رفتم و در بین مردم های مشرک و کافر دعوت توحید کردم. شما تصور کنین اگر شما را میل کس بگه بخی خودت جوان هستی برو دمی این مسلمان ها را که در میته کجاست؟ برما. بعد بگه برو شیخ حامد دمی برما، در این پایتخت برما برو و همینجا مردم بگو که لا اله الا الله. شیخ حامد میفهمه کنجا برم دیگه چی میشم؟ سنگجار جارم میکنه. بر رسول الله سلام برو طائف. میفهمید که مردم طائف بسیار تند هستند، غلیظ هستند، سخت هستند، بیرحم هستند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم اونجا که رفت که یک دفعه سب غلاما و اطفال گفتن بزنین این سنگ بزن. یک دفعه رسول الله صلی الله از چندین طرف، از خانه ها و از سرک و از کوچه و از باغ سنگ از کم تا آمده میره مثل راکت ها واره. از سر رسول الله صلی الله علیه و از چشمایش، از یخنش، از تختی پشتشون خون جاری است. این کل چی هست؟ برش بگو انما و انما انا نذیر مبین، من که هستم فقط نذیر هستم، نذیر و بشیر. بشارت میتم مؤمنا را به جنت و مردمای بیدین میترسانم از عذاب الله. نذیر مبین یعنی ترساننده آشکارا. یک چیز را پت نمیکنم که باش چی خفه نشه، که تزو دیپلماسی کنه، اما حق برای هر کس بیان میکنم. اولا یک فهم الله متعال میگه آیا بر از اینا کافی نبود؟ انا انزلنا علیک الکتاب، که ما نازل کردیم بالای تو کتاب را، یطلع علیهم که تلاوت میشد بالایشان. ان فی ذلک، یقینا که در اینمی کتاب که است، لرحمتا، هم رحمت است، و ذکر و هم قانون و نصیحت و پند و شریعت، همه چیز است لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان داشته باشه. از قرآن که در رحمت بیشتر میخواین، از شریعت الله کرده قانون خوبتر میخواین. قل کفا، بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و کفا، کافی است، بالله، به ای که الله متعال بینی و بینکم، در بین ما و بین شما، شهیدن، شاهد باشد. یعلم، الله میداند، ما فی السماوات، آنچه که در آسمان هاست، و الارض، و آنچه که در زمین است.
والذین آمنوا بالباطل، و کسانی که ایمان به باطل آوردن، والذین و کسانی که آمنوا ایمان آوردن بالباطل به دروغ، و کفروا بالله و کافر شدن به الله، اولئک هم الخاسرون، اینی مردم ها در خساره هستن. به بت که هیچ چیز کرده نمیتونه، ایره میگن که هر چیز میتونه، زندگی میتونه، مرگ میتونه. یا ایمان به چی آوردن؟ به دروغ. اما وقتی که خالق متعال که زمین و آسمان خلق کرده، خود زیر خلق کرده، باز به کافر میشه. دیگه صفت از یا چی است؟ و یستعجلونک بالعذاب، این مشرکین همیشه چی میکنه؟ و علیکم السلام. یا چی میگن؟ و یستعجلونک بالعذاب، همیشه تعجیل میکنن، میگه زود عذاب بیار سر ما. تو اگر راستی پیغمبر هستی، ولولا اجل مسمى، الله متعال میگه اگر ما برشان یک زمان مقرر نمیکردیم، زمانی که مقدر از تقدیر الهی رفته که باید برای کافر و بیدین و مشرک و مرتد و ملحد برای کلش یک فرصت داده شود، لجاءهم العذاب، در صورت باز عذاب برشان متعاجل میامد. ولا یأتینهم بغتة، خب فراموش نکنن که لا یأتینهم، حتما میاید برشان امی عذاب بغتة، ناگهان. اون نیست که بازی همون تو بیخی الهیشان دادیم. ولا یأتینهم، و یقینا که میاید به ایشان. اینجا یأتی فعل مضارع است، لام تأکید است به معنای حتما، و نون توکید ثقیله هست، دو توکید دیگه است. معنایش میشه که و حتما 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 میاید به این مردم عذاب الهی بغتة، ناگهان، و هم لا یشعرون، در حالی که اونا باز احساس هم نمیکنن که تا عاجل یک دفعی عذاب بیایه سرم. قارون فکر میکرد که اوه ما در یاله که خزانه ها چی میگه، ما در زمین دو توت همیشه باز میرم. و دی فکر نبود، در حالت دیگه گلاس شرابش پر است، رقصیدام میره، رقاصه ها پیش میرقصه. دیگه چی میگه؟ ولیکن